11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصف از ساکنان آن مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. مردم محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می‌بردارند. در آغاز اعتراضهای بهار عرب در سال 2011 آنها همین آرزو را داشتند، آرزویی که به گفته مردمی از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ما نمیتوانیم حالت را پررد تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خنکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند. نجات بخشان میگویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بیرحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمام شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه‌ای که در اوکراین روی می‌دهد میگویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. تأثیر بمب‌های خوشه‌ای تا هنوز دیده می شود. کودکان می توانند آن را بازیچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده ایستاده است. روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور بی خانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار و زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند. خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپرده نشدند. همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود. او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب‌های مردم گناهکار می‌داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری‌ها عیبدار می‌کند.